به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم همگیتان خوب، صحتمند و سالم باشین. بخیر به درس امروز حاضر شده باشین و آماده یک درس جدید باشین. شاگردای نازنینی که در صنف هستین همه تان خوب هستین؟ بخیر آمدین به صنف؟ بله استاد. بسیار عالی. شما را خوش آمدید میگم به یک درس دیگه ما در مضمون کیمیا در صنف هشتم. ما امروز به ادامه درس های قبلی خود یک درس جدید را در مضمون کیمیا میخوانیم و با موضوعات جدید در علم کیمیا آشنا میشیم. البته درس جدید ما از فصل جدید هست. امروز با هم دیگه فصل تیزاب ها و القلی ها را شروع میکنیم. روز قبلی زمانی که درس سودیم هایپوکلورایت را میخواندیم فصل قبلی تمام شد و ما در فصل گذشته در مورد انواع و اقسام مرکبات صنعتی صحبت کردیم. کودهای کیمیاوی را شناختیم، کودهای کیمیاوی عضوی و غیر عضوی را فهمیدیم، فرقشان را درک کردیم و همین قسم در مورد کلورین صحبت کردیم، مرکبات کلورین دار را شناختیم، از جمله سودیم هایپوکلورایت را شناختیم و من امیدوار هستم که شما درس های قبلی را تکرار کرده باشین، تمرین عمومی را حل کرده باشین. اگر کسی در درس های قبلی و یا در تمرینات درس های گذشته سوالی یا مشکلی داره سوالات خود را میتونه بپرسه. کسی سوالی داره؟ نه خیر استاد. بسیار عالی. خوشحال هستم که درس های قبلی و فصل های قبلی را یاد گرفتین. البته شاید در جریان درس از شما چند سوال بپرسم تا مطمئن شم واقعا درس های قبلی را تکرار کردین. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. خب همون قسمی که براتون یادداشتم فصل قبلی تمام شده و ما امروز فصل جدید را شروع میکنیم. عنوان درس امروز ما تیزاب ها و القلی ها است و این درس ما شامل صفحه 74 و 75 کتاب کیمیا هست. به شکل کلی اهداف ما در درس امروز این هست که بفهمیم تیزاب ها کدام مواد هستند، دارای کدام خصوصیات می باشند، القلی ها کدام مواد هستند و دارای کدام خصوصیات می باشند و تیزاب ها و القلی ها اگر در آب حل شوند به چه چیزهایی، به کدام اجزا و مرکبات تجزیه میشن. اهداف درس امروز ما را تشکیل میده. شما هم قلم و کتابچه تان پیشتان باشه، نکات مهم درس امروز را یادداشت بگیرین تا به این اهدافی که برتان یادآور شدم در ختم درس برسیم. خب شاگرد عزیز، به شکل کلی تیزاب یا اسید از کلمه اسیدوس گرفته شده به معنای ترشمزه. یعنی معنای خود تیزاب یا اسید که از کلمه اسیدوس گرفته شده به معنای ترشمزه هست، موادی که دارای مزه ترش می باشد. و القلی ها عبارت از موادی هستند که از کلمه الکلی گرفته شده و به معنای خاکستر می باشد. بیشتر به خاکستر چوب گفته میشه و این مرکبات عبارت از مرکباتی هستند که در علم کیمیا استفاده بسیار وسیع و گسترده ازشان صورت میگیره. در زندگی روزمره ما بسیار ازشان استفاده صورت میگیره و از همه مهمتر این که دارای بعضی از خصوصیات مشخصی هستند که شما اگر یک مرکب تیزابی و یا یک مرکب القلی را ببینید به شکل بسیار ساده میتونید که مرکبات را تشخیص بدین. به شکل کلی همون قسمی که براتون تیزاب را گفتم یا نام انگلیسیش که اسید هست و معنای ترشمزه می باشه، معمولا مرکبات تیزابی دارای اتم هیدروژن در ترکیب خود می باشند و مرکبات القلی دارای گروپ OH یا هیدروکسیل در ترکیب خود می باشند. البته یک موضوعی که در این قسمت باید براتون ذکر کنم این هست که تمام مرکباتی که دارای اتم هیدروژن باشند تیزاب گفتن نمیشن. از جمله مثلا شما میفهمین در ترکیب آب یا H2O هم هیدروژن وجود داره اما آب یک مرکب تیزابی نیست. بنابراین بعضی از خصوصیات دیگه باید موجود باشه تا ما تشخیص بدیم که با کدام مرکبات حاوی هیدروژن تیزاب میگیم و با کدام مرکبات تیزاب گفته نمیشه. به شکل کلی تیزاب ها عبارت از موادی هستند که در محلول آبیشان، یعنی زمانی که با آب وارد تعامل میشه یا در آب حل میشن، در محلول آبی به آیون هیدروژن
آیون هیدروژن یعنی یک هیدروژن مثبت با آیون هیدروژن تجزیه میشن. تیزاب‌ها عبارت از موادی هستند که در محلول‌های آبیشان با آیون هیدروژن براتون نوشته میکنم. آیون هیدروژن که یک آیون مثبت هست، دارای چارج مثبت می باشه، تجزیه میشن. در کل آیون هیدروژن که چارج مثبت داره با نام پروتون هم یاد میشه. شما میفهمین هیدروژن یک عنصری هست که در هسته خود یک پروتون داره، در مدار خود یک الکترون داره. زمانی که یک الکترونش باخته شوه یا از دست داده شوه، تنها در هستهش یک پروتون باقی میمونه، چارجش مثبت میشه، با او خاطر به نام پروتون هم یاد میشه. اما در کل شما زمانی که میخواین تیزاب‌ها رو تعریف کنین، میگید تیزاب‌ها عبارت از موادی هستند که در محلول آبیشان به آیون هیدروژن تجزیه میشن، تفکیک میشن. به همین شکل القلی ها را میتونم براتون بگویم عبارت از مرکباتی هستند که در ترکیبشان گروپ OH یا هیدروکسیل وجود داره. و از همه مهمتر ای که محلول های آبی مرکبات القلی، یعنی القلی ها در محلول های آبی با گروپ هیدروکسیل یا یک OH تجزیه میشن که دارای چارج منفی می باشه، دارای یک چارج منفی می باشه، دارای یک چارج منفی می باشه و به همین OH یا گروپ هیدروکسیل آیون هیدروکساید میگن، آیون هیدروکساید که دارای چارج منفی هست. تا این قسمت درس شما فهمیدین که تیزاب ها عبارت از مرکباتی هستند که کلمه انگلیسیشان اسید هست، از کلمه اسیدوس گرفته شده، به معنای ترشمزه می باشند. القلی ها عبارت از مرکباتی هستند که از کلمه لاتینی الکلی گرفته شده و معنای خاکستر می باشه. و فهمیدیم که در مرکبات تیزابی هیدروژن موجود هست، در مرکبات القلی گروپ OH موجود هست. اما ممکن است که در تمام مرکباتی که این عناصر وجود داره خاصیت های یا خواص تیزابی و القلی را از خود نشان ندن. بنان یک موضوع بسیار مهمی که وجود داره و شما توسطش میتونین مرکبات مختلف را تشخیص بدین که آیا تیزابی هستن آیا القلی هستن، این است که شما محلول های آبیشان را تشکیل میتین. تیزاب ها در محلول های آبی خود به آیون هیدروژن تجزیه میشن و القلی ها در محلول آبی خود با آیون هیدروکساید که داره چارج منفی هست تجزیه میشه. شاگردای عزیز، اگر بخوایم براتون یک مثالی از تیزاب ها یادآور شوم در این قسمت، در درس گذشته زمانی که در مورد مرکبات کلوریندار صحبت میکردیم به همراه هیدروکلوریک اسید آشنا شدیم. هیدروکلوریک اسید یا تیزاب نمک دارای کدام فرمول بود؟ HCl. هیدروکلوریک اسید از نامش پیداست، هیدروکلوریک اسید. اسید یعنی چی؟ یعنی تیزاب. هیدروکلوریک اسید یک تیزابی هست که در محلول آبی، یعنی که اگر محلول آبیشون تشکیل شوه، ایجاد شوه، تجزیه میشه. با چه چیزی تجزیه میشه؟ با آیون هیدروژن، آیون مثبت هیدروژن و همین قسم آیون کلورین، آیون منفی کلورین. پس ما تونستیم تشخیص بدیم که هیدروکلوریک اسید به نسبت ای که در محلول آبی خود با آیون هیدروژن تفکیک میشه، تجزیه میشه، یک چی هست؟ یک تیزاب هست. از نامش هم پیداست، به همین خاطر نامش را گذاشتن هیدروکلوریک اسید. این که تیزاب ها و القلی ها چگونه نامگذاری میشن، چرا ما به این مرکب هیدروکلوریک اسید میگیم و خیلی در درس‌های بعدی میخوانیم. فعلا شما تنها کاری که میکنید این هست که این مسئله را میفهمین. تیزاب نمک یا هیدروکلوریک اسید در محلول آبی خود با آیون ها تجزیه میشه که یکی از آیون هایی که هیدروکلوریک اسید بهشان تجزیه شده عبارت از آیون هیدروژن می باشه. آیون چی؟ آیون هیدروژن. و در نتیجه نشان میده که مرکب تیزابی هست. همچنان بعضی از مرکباتی وجود داره که در ترکیبشان اتم هیدروژن موجود نیست. شما در هیدروکلوریک اسید
یا در تیزاب نمک اتم هیدروژن را در ترکیب تیزاب میبینید. اما بعضی از مرکبات وجود داره که در ترکیبشان هیدروژن موجود نیست اما خاصیت تیزابی داره. خاصیت تیزابیشان به چه شکلی هست که در محلول آبی تجزیه میشن، یعنی زمانی که با آب وارد تعامل میشن در محلول آبی خود تجزیه میشن و آیون هیدروژن را تشکیل میدن، آیون مثبت هیدروژن را تشکیل میدن. به طور مثال کربن دی اکساید در محلول آبی خود بعد از بعضی از پروسه هایی که وجود داره، در این قسمت پروسه هایش را براتون یادآور نمیشم، چیزی که براتون مهم هست این است که بفهمین بعضی از مرکبات وجود داره که در ترکیبشان هیدروژن نیست. شما کربن دی اکساید را میبینید متشکل از کربن و اکسیژن هست، هیدروژنی در این مرکب وجود نداره اما داره خاصیت تیزابی هست، یعنی در محلول آبی خود تجزیه میشه با آیون مثبت هیدروژن و همین قسم یک آیون دیگه HCO3، یک آیون منفی. چیزی که در این قسمت وجود داره ای است که مرکبات تیزابی یا در کل تیزاب ها بر علاوه ای که ممکن است در خود مرکب اتم هیدروژن موجود باشه و محلول آبیش خاصیت این داشته باشه که این مرکب را با آیون هیدروژن تجزیه کنه، بعضی از مرکبات هم هستند که در ترکیبشان اتم هیدروژن وجود نداره اما در محلول های آبی خود تجزیه میشن و چی را تشکیل میدن و آیون هیدروژن را تشکیل میدن. در نتیجه میتونیم از این مرکب این نتیجه را بگیریم که دارای چی می باشه؟ دارای خاصیت تیزابی می باشه، یعنی کربن دی اکساید یک مرکبی هست که دارای خاصیت تیزابی هست. تا این قسمت فهمیدیم که اسیدها عبارت از مرکباتی هستند که در محلول های آبی خود به آیون هیدروژن تفکیک میشن، تجزیه میشن، یعنی در محلول آبی خود تجزیه شده آیون هیدروژن را تشکیل میده. تمام مرکباتی که دارای اتم هیدروژن در ترکیبشان هستند تیزابی نیستند، خواص تیزابی ندارند، خاصیت تیزابی ندارند. تنها مرکباتی خاصیت تیزابی دارند که در محلول آبی خود تجزیه شده و چه چیزی تشکیل شوه؟ آیون هیدروژن را تشکیل بده. اما بعضی از مرکبات هم وجود دارند که در ترکیب خودشان، در ترکیب اصلی و اساسیشان هیدروژن وجود نداره اما در مرکبات آبی خود، در محلول های آبی خود تجزیه شده و آیون هیدروژن را تشکیل میدن که از جمله یکی از این مرکبات کربن دی اکساید می باشه که دارای خاصیت چی هست؟ دارای خاصیت تیزابی هست. کس در این قسمت سوالی نداره؟ نه خیر استاد. بسیار خوب. حالا که سوالی نداریم بیاین در مورد القلی ها هم صحبت کنیم. گفتیم القلی ها عبارت از مرکباتی هستند که در محلول های آبی خود به آیون هیدروکساید تجزیه میشن. از جمله یکی از این القلی ها میتونم پتاسیم هیدروکساید را براتون یادآور شم. پتاسیم هیدروکساید نامش را براتون نوشته کنم. پتاسیم هیدروکساید یک القلی هست. در ترکیبش هم میبینید که گروپ OH یا هیدروکسیل وجود داره. زمانی که پتاسیم هیدروکساید با آب وارد تعامل شوه یا در محلول آبی خود قرار بگیره، محلول آبیش تشکیل شوه، تجزیه میشه. با چه چیزی تجزیه میشه؟ با پتاسیم مثبت و گروپ هیدروکساید منفی. پس القلی ها موادی هستند که در محلول های آبی خود تجزیه میشن و گروپ هیدروکساید را یا آیون هیدروکساید را تشکیل میدن. مثل تیزاب ها بعضی از القلی ها هم وجود داره که در ترکیبشان گروپ OH یا گروپ هیدروکسیل نیست اما خاصیت القلی را از خود نشان میده. از جمله یکی از این مرکبات که من میتونم براتون در این قسمت یادآور شوم امونیا می باشه. NH3. امونیا یک مرکب هست خواص القلی داره اما در ترکیب شما هیچ گروپ OH را نمیبینید. در این مرکب شما کدام گروپ OH میبینید؟ بدون شک که جوابتان است نه خیر. هیچ گروپ OH وجود نداره اما این مرکب خاصیت القلی داره. یعنی چی؟ یعنی در محلول آبی خود تجزیه میشه. با چه چیزی تجزیه میشه؟ با آیون امونیم که دارای چارج مثبت هست و همین قسم آیون هیدروکساید که دارای چارج منفی هست. آیون امونیم و آیون چی؟ آیون هیدروکساید.
اصل گپ ما روی آیون امونیم نیست، اصل هدف ما روی آیون هیدروکساید هست. شما در درس قبلی هم فهمیدین که مرکبات در محلول های آبی خود تجزیه میشه. همون قسمی که سدیم کلراید را تجزیه کردیم، در محلول آبیش تجزیه کردیم به سدیم و کلورین که دو آیون تشکیل شد، سدیم با چارج مثبت و کلورین با چارج منفی، یعنی انیون ها و کتیون ها حاصل میشه. تمام مرکبات دیگه هم ممکن است که در محلول های آبی خود تجزیه شوند. تیزاب ها زمانی که در محلول آبی خود تجزیه میشه و یک انیون و یک کتیون تجزیه میشه، اما آیون مثبتش آیون هیدروژن می باشه. القلی ها در محلول های آبی خود تجزیه میشن و یک آیون مثبت و یک آیون منفی. آیون منفیشان عبارت از آیون هیدروکساید می باشه. بر علاوه که بعضی از القلی ها وجود داره که در ترکیبشان چی وجود داره؟ گروپ OH یا هیدروکساید وجود داره. بعضی از القلی ها هم هستن که در ترکیبشان هیچ گروپ OH یا هیدروکساید وجود نداره، اما در محلول آبی خود تجزیه میشه و گروپ OH را تشکیل میده، یعنی در محلول آبی خود به آیون هیدروکساید تفکیک میشه یا تجزیه میشه. شاگرد عزیز، درس ما هم در همین قسمت به پایان میرسه. ما در درس امروز فهمیدیم که تیزاب ها چی هستند، القلی ها چی هستند، دارای کدام خواص می باشند و از همه مهمتری که تیزاب ها و القلی ها در محلول آبی خود به کدام اجزا تجزیه میشن. در درس امروز بر علاوه که تمام این موارد را فهمیدیم که چگونه میتونیم تیزاب ها و القلی ها را تشخیص بدیم. کس در درس امروز سوالی یا مشکلی نداره؟ نه خیر استاد. بسیار عالی. شاگرد عزیز، در درس امروز با شما چند سوال را به حیث کارخانگی دارم. کارخانگی اول شما این هست که در کتابچه‌هایتان نوشته می‌کنید تیزاب ها کدام مواد هستند، دارای کدام خصوصیات می باشند. سوال دوم شما این است که نوشته می‌کنید القلی ها کدام مواد هستند و دارای کدام خواص می باشند. در سوال سومتان نوشته می‌کنید که تیزاب ها و القلی ها در محلول آبی خود یا در محلول های آبی خود به کدام اجزا تجزیه میشن. در سوال چهارمتان نوشته میکنید که ما چگونه میتونیم تیزاب ها و القلی ها را تشخیص کنیم. با تنها راه تشخیصی که تا حالا خواندین و آشنا شدین او را نوشته میکنیم و بخیر در درس های بعدی بعضی از طریقه های دیگه را هم با هم دیگه میخوانیم که توسطش میتونیم تیزاب ها و القلی ها را تشخیص بدیم. فعلا همین یک طریقه ای که وجود داره و ما امروز خواندیم را در کتابچه هایتان نوشته کنید، درس ها را هم تکرار کنید. اگر در هر قسمتی سوالی یا مشکلی براتون پیش میآید یادداشت کنید و روز بعدی از ما بپرسید. تا روز بعدی که دوباره مضمون کیمیا داریم، همه شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.